سلام خدمت همه عزیزان. منم خیلی خوشحال هستم از اینکه در جمع شما عزیزان هستم. ممنون از دعوت شما و اینکه این فیض رو نصیب ما کردید که امروز در جمع شما عزیزان باشیم. خیلی ممنون برادر محمود عزیز که ما رو دعوت کردید و همینطور عزیزان که ما خیلی هاشون نمیشناسیم ولی خوشحال هستیم که امروز با این عزیزان هستیم. یه موضوعی که در قلبم بود که امروز میخواستم با شما عزیزان مطرح بکنم اینه که هر کدوم از ما در یک جایی هستیم. بعضی از عزیزان در ایران هم، بعضی تو ترکیه هم، بعضی جاهای دیگر. اما نوع زندگی هایی که امروز ممکنه به خاطر شرایطی که ما داریم بعضی وقتا کننده بیاد، بعضی وقتا ملالت بار بیاد، بعضی وقتا فکر می‌کنیم روی ماست، بعضی وقتا فکر میکنیم که بعضی از ما به آخر خط رسیدیم، بعضی وقتا فکر میکنیم که شاید دیگه هیچ امیدی نباشه و اینجا آخر خطه. ولی یک بخشی از کتاب مقدس هست که امروز میخوایم با هم دیگه کمی نگاه دقیق‌تر بندازیم و اینکه هر جایی که ما فکر میکنیم که اینجا دیگه آخر خطه، اینجا دیگه هیچ امیدی نیست، اینجا دیگه هیچ راهی باز نمیشه، اما در مسیح همیشه خدا برای ما نه تنها راه بلکه شاهراه باز میکنه. برای همین امروز میخواستیم یه نگاهی بندازیم به انجیل مرقس فصل ششم. انجیل مرقس فصل ششم درباره معجزه بزرگی صحبت میکنه که انجام داد و اون معجزه نانمایی. همه بخش رو قبلا کردیم و معجزه مسیح که من و شما هستیم و ما ناامید شده باشیم، بعضی از ما به ته خط رسیده باشیم، بعضی از ما فکر میکنیم که دیگه جای امیدی نیست، ببینیم که در مسیح واقعا صحت داره یا نه. میشه شاید تغییر داد ها. کلام خدا میفهمه هر که خدا با ماست چیست که به ضد ماست، رسول میگه. پس خیلی وقتا علیرغم اینکه هیچ چیز جور در نمیاد و هیچ شرایطی مناسب نیست، اما تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه در مورد این حقیقت صحبت میکنه که کار خدا همیشه در غیر ممکن ها انجام شده. یک ششم در همین انجیل مرقس فصل 6 میبینیم. در انجیل مرقس فصل 6 از آیه 30 برای شما قرائت میکنم. کلام خدا اینطور میفرماید: و رسولان نزد عیسی جمع شده از آنچه کرده و تعلیم داده او خبر دادند. به دیشان گفت شما به خلوت به ایران بیایید و اندکی استراحت نمایید، زیرا آمد و رفت چنان بود که فرصت نان خوردن نیز نکرده. شاگردان ظاهرا از یک مأموریتی برمیگردند و دارن گزارش میدن از نوع کارهایی که کرد و اتفاقاتی که افتاده. و بعد عیسی از اینها دعوت میکنه که به یک جای خلوتتری بریم که بتونیم بیشتر با هم دیگه فرصت گفتگو داشته باشیم. میگه آیه 32 میگه بس به تنهایی در کشتی به موزه ویران رفتند. جایی که رفتن میگه خیلی جای جالبی نبوده، یه جای خیلی مکان ویرانه‌ای بوده، یه بیغوله‌ای بوده، یه خرابه‌ای بوده. اما در آیه 33 میگه مردم عیسی را روانه دیدن، پس بسیاری او را شناختند و همه شهرها بر خشکی بدان سو شتافتند و از ایشان سپس جسته نزد وی جمع شدند. ظاهرا مردم باز هم عیسی را رها نکردند و جایی که عیسی رفته بود وارد آیه 34 عیسی بیرون گروه بسیار ایشان ترحم فرموده، زیرا که چون گوسفندان بیشبان بودند و بسیار به ایشان تعلیم گرفت. طبق حال همیشه شروع میکنه به تعلیم دادن مردم. 35 میگه چون بیشتری از روز سپری گشت، شاگردانش نزد وی گفتند این مکان ویرانه است و وقت قضی شد، اینها رخصت ده تا به ابداهات این وقت خود ببرن که هیچ خوراکی ندارن. ظاهرا بیشتر روز وقتی سپری میشنید نمای میشه، شاگردان میان پیش عیسی و از عیسی تقاضا میکنن، میگن که اینجا وضع مناسب نیست، بیغوله است، خراب است، ما هم شرایط نداریم، مردم مرخص کن که برگردن برن خونه هاشون. از صبح مردم به عیسی بودن، عیسی داشت اینها رو تعلیم میداد و شاگردان الان دم غروب میان و
یه درخواست از عیسی میکنن، میگن اگر میشه اینها رو مرخص کن و بذار صد مردم برن. جوابی که عیسی اینها چی آیه 37 در جواب ایشان گفت شما ایشان رو غذا دهید. خیلی وقتا ما در همین اسناد همین ناامیدی ها، همون جایی که فکر کنیم که دیگه خب یه کاری هم نمیشه و به فکر رفتن میشیم. من چند وقت اینجا با یه عزیز کردم، چون خدا جواب من نداره از چه موضوعی چیزی برسی. و برای مدت طولانی دارم من برای این موضوع دعا میکنم. گفتم مدت طولانی منظور چقدر که الان میگه فرصت دیگه نیست یا دیگه فایده نداره. تو برای من 6 ماه دارم برای این موضوع دعا میکنم و هنوز جوابی حاصل نشده. گفتم 6 ماه، فکر میکنی که 6 ماه زمان زیادیه؟ و گاهی وقت ما برای یه موضوع گاهی یه تایم میدن و منتظر کاری انجام بده و وقتی چون اون تایمی که من و شما خدا کاری انجام نمیده بعد بگیم خب پس فایده نداره. یه مشکلی که هست اینه که یکم زمان ما با زمان خدا فرق میکنه. همونطور که الان زمانی که ما تو ترکیه هستیم با زمان بعضی از عزیزان فرق میکنیم. اینجا الان شب ها روزه ها. پس برای اینکه ما به بنبست نرسیم ما باید زمانهامون رو با زمانهای خدا هماهنگ بکنیم. همونطور که شما وقتی وارد کشوری اولین کاری که میکنید ساعتتون رو با ساعت اون کشور کوک میکنید، نه؟ وگرنه به هیچ کارتون نمیرسید، به هیچ کارتون نمیرسید. خیلی وقتا لازمه که ما ساعتهامون رو با ساعت خدا کوک بکنیم، چون که یک اصلی وجود داره که خدا نه کاری رو زود انجام میده و نه کاری رو دیر انجام میده. خدا هر کاری رو به وقتش انجام میده. کلام خدا میفهمد او هر چیز رو در وقتش میکوشد، نه؟ پس خدا نه کاری دیر انجام میده نه کاری زود انجام میده و این دیر و زود از نظر ما، این خط کشی، این زمان بندی از نظر ماست که میگیم خدا دیر عمل کرده یا زود عمل کرده. ولی خدا تایم و زمانهای خودش رو داره. حالا شاگردان دچار همین بحران شدن، میگن میام پیش عیسی و عیسی میگن آقا مردم مرخص کن برن. شاید یکی از دلایلی که الان شاگردان چین درخواست از عیسی دارن اینه که شاگردان خسته شده بودن. طبیعی هم هست، اصلا با مردم بودن بالاخره سرویس و خدمات و شاید فکر میکردن که الان وقت استراحته. اما جالب اینجاست که همون موقعی که شاگردان اومدن از عیسی درخواست کردن که مردم مرخص کنه، عیسی تازه به اونها یک مأموریت جدیدی میده. همون آیه 37 در جواب ایشان غذا بده. یه کار جدید. تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی تو کله و تو قلب خدا چیه مگر اینکه با قلب خدا آشنا بشی. همون زمانی که شما فکر میکنید اینجا دیگه آخر، خدا یه کار جدیدی رو شروع میکنه. و اون شخص، من 6 ماه برای موضوع دعا کردم و جواب نگرفتم، بهش گفت هم برو و برای موضوعی که درخواست داری دعا. چون این دیر و زود، این خطکشی‌هایی که من و شما میکنیم از نظر خدا چیزی به اسم دیر یا زود وجود نداره. خدا برای هر کار خود زمان بندی داره. ایمان داریم؟ ایمان داریم که خدا برای کار خودش زمان بندی خودش داره. بنابراین عیسی الان اینا میگه، این شاگردان میگه بیدید و بین مردم شما غذا میدید. یادتونه گفتم با رخصت بده. و خیلی وقتا من و شما توی زندگی روحانی خسته میشیم. وقتی مشکلات میاد، وقتی فشارها میاد، وقتی تنگی ها میاد، وقتی حملات میاد، میگه بذار برم، بذار دست از سر کچل من بردار. خداوند اصلا من دیگه نمیخوام مسیح باشم، من اصلا دیگه نمیخوام ایماندار باشم، خسته شدم. طبیعی هم هست، چون ما انسانیم، محدودیم، پر از ضعفیم و پر از ایرادیم. ولی یک چیز رو هیچ وقت نکنیم که خدا از خستگی های ما با خبره. با خبره. بنابراین عیسی میدونست که الان وقت مرخص روم نیست. چرا؟ گرسنه. این مردم که از صبح اینجا بودن چیزی نخوردن، حالا ما گرسنه اینا رو کجا بفرستیم؟
آیا اصلا نونوایی باز هست که اینا در برگشت نون بخرن بخورن؟ برای همین عیسی به شاگردان میگه شما به اینها غذا بدید. یه وقتی من و شما فکر میکنیم کار تموم شد، ولی فرض کنیم همون جایی که من و شما فکر میکنیم کار تموم شده است، ممکنه کار از نظر خدا ادامه داشته باشه. همون جایی که من و شما دیگه ناامید شدیم، همون جایی که از هیچ جا دیگه خبر خوبی به من و شما نمیدن، دکترها خبر خوبی نمیدن، آدما خبر خوبی به من و شما نمیدن، ولی عیسی همیشه و همیشه برای من و شما حامل پیام خوب بود. و عیسی در خوراک دادن این افراد هستش. هم همینطور خیلی از ما شاید بنبسته قرار گرفتیم، تو بعضی از تنگناهای قرار گرفتیم. نه، اگه رو ما ادامهش رو تو انجیل یوحنا همین بخوایم به فصل 6 یوحنا یکم مفصل‌تر توضیح میده. در یوحنا فصل 6 آیه 5 میگه فیلیپوس که او ازش میپرسه، میگه از کجا نام بخریم تا اینها بخورن، و این رو از روی امتحان به او گفت. میگه الان وقتی که عیسی جماعت دید، به یکی از شاگرداش که فیلیپوس بود داده سوالی میکنه، میگه از کجا این همه نان تهیه بکنیم؟ چرا عیسی این سوال رو از فیلیپوس میکنه؟ آیا خودش واقعا نمیدونست او خداوند بود؟ خیلی وقتا خدا از من و شما یک سوالات میکنه که جوابش رو نمیدونه. نه، خدا جوابش رو از قبل میدونه. خیلی وقت من و شما یک پروسه قرار میده، یک جایی قرار میده، نه اینکه یه چیزی به خدا ثابت بشه. اینو فراموش نکنید. اگر توی شرایطی قرار میگیریم که از نظر ما شرایط ایدئالی نیست، بنبست، مشکلات هست، برای این نیست که خدا یک چیزی رو بفهمه، برای اینه که من و شما یک چیزی رو بفهمیم. برای اینه که من و شما یک چیزی رو بفهمیم. و الان اینجا دقیقا داره همینی میگه. میگه این رو از روی امتحان به او گفت. چرا؟ زیرا خود میدانست چه باید کرد. خیلی وقتا من و شما رو امتحان میکنه، ایمان من و شما رو امتحان میکنه به یک دلیل، برای اینکه بخواد میزان وفاداری من و شما رو نسبت به خودش محک بزنه. آیا به خدا ایمان داریم؟ نسبت به خدا وفادار هستیم؟ اون روز هوا آفتابیه، اون روزهایی که همه چی اوکیه، اون روزهایی که همه چی وفق مراد ماست، که خب ایمان داریم، سرود هم میخونیم هاللویا هاللویا هاللویا، شادی هم سرود میکنیم. اما اون روزایی که طوفان به زندگی ما میزنه، اون روزایی که ظاهرا هیچ باد موافقی به زندگی ما نمیاد، و خدا همین کار دقیقا با من شما میکنه. چون ایمانی که به قول پتروس از تجربیات عبور نکنه، اون ایمانی یکم ایمان مشکوکه. پس خیلی وقت خدا این کارو میکنه تا میزان وفاداری خودش محک بزنه. ما نسبت به او وفادار هستیم. و اینجا میگه این رو از روی امتحان به او گفت. خودش میدونه چیکار باید بکنه. فیلیپوس را جواب داد آیه 7 که 200 دینار نان هم اینا رو کفایت نمیکنه از اینها. فیلیپوس شاگرد عیسی بود، ولی ظاهرا حساب کتابش خیلی خوب بود، چون یه حساب سرانگشتی نگاه کرد، جماعت دید، گفت برای این جماعت پول هم اگه داشته باشیم نمیتونیم این جماعت رو سیر بکنیم. محاسبات خدا جور در نمیاد. حالا شده برای یه چیزی برنامه‌ریزی کردید، نمیدونم همه چیز رو جور کردید، بعد وقتی شروع کردید به اقدام اون کار یا اون برنامه، دیدی اصلا برنامه که شما خواستید و ریخته بودید کارو پیش نرفت. حالا برای شما پیش اومده؟ آره، ممکنه برای همه پیش اومده باشه. و حساب کتابای خدا با حساب کتابای ما نمیاد. اینو فراموش نکنید. خدا وقتی بخواد کاری بکنه، اصلا و اصلا به توانایی من و شما نگاه نمیکنه. اون رو خودش حساب میکنه. اون رو خودش حساب میکنه. میگن یه پدری به اونجا یه ظرف آجیل بود و به بچهش گفت برو یه مشت آجیل بردار، میتونی بخوری. بچه از پدر گفت اگه ممکنه تو به من آجیل بده بخوره. پدرم از ظرف آجیل یه مشت
آجیل برداشت و داد به بچهش. بعد به بچهش گفت که خب تو چرا خودت بر نداشتی؟ گفت برای اینکه مشت تو بود مشت من بود، دست میشت جان. خیلی وقتی به خدا میسپاری، مشت خدا بزرگتر از مشت من و توست و کار بزرگتری میتونه انجام بده. بنابراین خیلی وقتا محاسبات ما اصلا جور در نمیاد و خدا عمدن محاسبات ما رو به هم میریزه برای اینکه بتونه نقشه و برنامه خودش رو بر انجام برسونه. فیلیپوس در صدد برآورد کردن هزینه بود. اما ما اینقدر پول میخوایم، ولی کار مسیح این نبود. فیلیپوس شاید فقط به فکر حل کردن مالی که پول بیاره بکنن، نون بخرن بدن مردم بخورن. چیزی که از نظر من و شما نشدنیه، از نظر خدا شدنیه. آمین. بنابراین خیلی وقتا خدا میخواد کاری انجام بده، اما مشکل اینه که ما داریم خدا رو محدود میکنیم. ما میگیم خدا میتونه یا خدا نمیتونه. 200 دینار عیسی فرمود که من نان حیات هستم. اون خودش منبع نان بود، نه؟ ها؟ و بعد تو همین به اسنا میگه میگردن و یک پسر بچی رو پیدا میکنن. آیه 8 یکی از شاگرداش که اندریاس برادر شمعون پتروس باشد پیدا گفت در اینجا پسری است که 5 نان جو و 2 ماهی دارد. حداقل اندریاس یه قدم از فیلیپوس جلوتر بود، چون به جای اینکه بیفته بگه آقا چک کنم گفت آقا ما اینجا یه پسر بچه پیدا کردیم که 5 تا نان و 2 ماهی داره. ولی خب اینم باید برای این تعداد آدم چی میخواد بشه، نه؟ بنابراین آنچه که لازم هست خدا انجام میده. ما اون چی که داریم رو به حضور خدا بیاریم. کم و زیادش برای خدا مهم نیست. کار خدا همیشه و همیشه در حداقل ها انجام شده. اونهایی که داستان ایلیا و قحطی رو خوندن در کتاب مقدس، در کتاب پادشاه ها میدونن، نه؟ وقتی ایلیا به بیوه‌زن رسید گفت من یه مشت آرد دارم و یه قاشقم روغن، این تتمه دارایی منه، اینم بخوریم و آماده مردن بشیم، نه؟ اما اونایی که اون داستان ایلیا رو تا آخر خوندن میدونن که وقتی که اون نان رو داد ایلیا خورد و ایلیا رفت و دیگه اون بیوه‌زن رو ندید. اما میگه تا آخر زمان قحطی بیوه‌زن از اون آرد و روغن برمی‌داشت و چیزی هم کم نمیشد. این فکر محدود ماست که میگیم خدا این کار رو میتونه و خدا اون کار رو نمیتونه. اما چه کاری که خدا نتونه انجام بده؟ برای همینه که در اکثر موارد وقتی عیسی معجزه میکنه یک سوالی رو از مخاطب میپرسه. میگه آیا ایمان داری؟ آیا ایمان داری که میتونی شفا پیدا کنی؟ ها؟ امروز همین سوال خدا از من شما میکنه. آیا ایمان داری؟ ایمان داری که خدا میتونه معجزه بکنه؟ پس مشکل در خدا نیست. مشکل در بیمانی ما ممکنه باشه. ممکن در ایمانه محدود ما باشه. نه؟ و فراموش نکنیم همیشه 2 نوع ایمان وجود داره. یک، ایمانی که در اثر معجزه است. این نوع ایمان تا معجزه باشه ایمان هم هست. اگر یک روزی معجزه نباشه ایمان هم نیست. اما نوع دومی که ایمان وجود داره، ایمان در اثر شنیدن کلام خدا. رومیان فصل 10 آیه 17، نه؟ ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ایمانی که در اثر شنیدن کلام خدا به وجود بیاد هیچ وقت از بین نمیره، هیچ وقت. ولی ایمانی که در اثر معجزه باشه، ایمان روزایی که معجزه باشه ایمان هم هست، معجزه نباشه ایمان هم هست. و کار این پسر بچه که با اون نون ماهی بابلان شد اومد، در واقع همه معادلات رو تغییر داد، همه چیز رو عوض کرد. یک پسر بچه چیز زیادی نداشت. اون نون ماهی برای اون جمعیت اصلا به حساب هم نمیومد. اما پسر بچه حاضر شد همون اندک خودش هم بده. اون روزی که خدا به سراغ من و تو میاد، اصلا به دنبال چیزهای بزرگ ما نیست. نه استعداد بزرگ ما، نه فکر بزرگ ما، نه هنر بزرگ ما، نه سواد بزرگ ما، نه. تمام این کتاب میگه خدا همیشه از حداقل کار خودش رو به پیش برده، نه؟ و این معجزه به من شما میگه که عیسی
همون 5 تا نون 2 تا بشر گرفت و دست گذاشت، برکت داد و بعد خوردن و همه هم سیر شدن. و نه تنها سیر شدن، بلکه میگه اضافه هم اومد. ها؟ بنابراین من فکر میکنم که هنوز برای ناامید شدن خیلی زود باشه، چون خدا در همین بنبست ها، تو همون بیغوله ها، تو همون خرابه ها حاضر معجزه بکنه. من و شما یه وقته خسته میشیم و به خدا میگیم که ول کن، میخوام بذارم برم، اما کار خدا ادامه داره. تو همین بنبست ها، تو همین بیغوله ها، تو همین خرابه ها و تا همین غروب آفتاب که فکر میکنیم شب شده و دیگه نمیشه کاری کرد، اما در پایان روز عیسی معجزه رو انجام داد. امروز به من و شما بگه برای من نه شب و روزش فرق میکنه، نه شرایط خوب و بیغوله زندگی کردنش فرق میکنه. هر جا که تو آماده باشی منم آمادم تا معجزه بکنم. شما امروز آماده هستید که معجزه رو ببینید و از خدا بگیرید؟ بله، خدا همیشه و همیشه آماده است تا معجزه خودش رو انجام بده. اما چند تا نکته وجود داره از این معجزه 5 دانه 2 ماهی که ما میتونیم بکشیم بیرون. نکته اول، اون پسر بچه نون ماهیش داد به عیسی و نه تنها خودش خورد، بلکه باعث سیری صدها هزار نفر دیگه شد. و این داره به من شما میگه که هرگاه آماده باشیم چیزی رو به خدا بدیم هیچ وقت ضرر نمیکنه. همین، هیچ وقت ضرر نمیکنه. هر بار که حاضر شدیم یه چیزی رو به خدا بگیم، اون همیشه حاضره که چندین برابرش بکنه و دوباره برگردونه به خودمون، مثل همون نون ماهی که چندین برابر کرد. نه. دوم، عیسی در معجزه نان ماهی میگه وقتی نان را گرفت شروع میکنه به چی؟ به شکرگزاری. یه چیزی رو هیچ وقت فراموش نکنیم، برکات، معجزات و کار خدا هیچ وقت تو ناله و شکوه و شکایت و غرغر نیست. اگر امروز من و شما به دنبال معجزه و کار خدا میگردیم، کار خدا همیشه در شکرگزاری انجام میشه. امروز میتونیم خدا رو شکر کنیم برای هر چی که هست، برای هر وضعیتی که امروز توش داریم. نه. و سومین نکته از این داستانی که من و شما میتونیم یاد بگیریم اینه که اون پسر بچه در امانت و در وفاداری خودش همون چیز کم رو حاضر شد بده به دستای عیسی، که هم خودش خورد، هم باعث سیری عده خیلی 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 آدمای دیگه شد. وقتی که یاد میگیریم و به خدا اعتماد میکنیم، خدا میتونه تمام نیازهای ما رو در مسیح عیسی برطرف کنه. آمین. خدا همه شما رو برکت بده.